خوبه اینطوری بهتره. اوکی. هلو گایز. سلام بچه‌ها. خوش اومدید به این ویدیو، شورت ویدیو. امیر فایناف هستم. امروز اومدیم با یه شورت ویدیو 4-5 دقیقه کوتاه‌تر که راجع به این روزا باهاتون صحبت کنم. بچه‌ها عذرخواهی میکنم بابت بک‌گراند. این بک‌گراند اشتباه خراب یا همون مال خودمون نیست، به خاطر اینه که من شهر خودمون نیستم و اومدم تهران واسه 1 یا 2 هفته و تو این 2 هفته مخصوصا داخل این تابستونی که مثل برق داره میگذره، برعکس اون 9 ماه تحصیلی، سعی کردم که من یک سری از وسایلای رکورد و اینا رو بیارم که به خاطر شما دوستان و سابسکرایبرای عزیزم که منتظرید فعالیت چنل نخوابه و فعالیت رو ادامه بدیم. و همین حالا که من دارم این صحبت ها رو با شما میکنم و این ویدیو رو دارید میبینید، چند ساعت بعدش قراره حدود 10-11 تا شورت ویدیوی رکورد شده و ادیت شده و باحال راجع به همین کال آف دیوتی آپلود بشه و داخلش اتفاقات باحالی میفته که موقتا سرگرمتون کنیم. و بچه تا اون لحظه ما حالا بعد از این شورت ویدیو، من هر شب که دارم گیم پلی میگم تا زمانی که برم شهر خودم و استریم رو شروع کنم، هر شب دارم از گیم پلی یا ویدیو رکورد میکنم تا از لحظه های خفنش و خوبش واسهتون رکورد کنم. اگرم دوست دارید بگید که لحظه های خفنش رو واسهتون اینجا آپلود کنم به صورت شورت ویدیو یا کل گیم پلی ها رو. مثلا مثلا گیم پلی شماره 2 با مهراد حدود 20 دقیقه است، مثلا یه بتل رویاله یا مولتی پلیره، فرق نمیکنه. خلاصه که نظرتون رو بگید. و اومدم راجبه کم فعالیت کردن چنل بهتون بگم. داخل این چند وقت زیاد تنوع نداریم، حدود از 5-6 تا بازی فقط ویدیو گذاشته میشه و شورت ویدیو گذاشته میشه و داخل ویدیو هم بک‌گراند من یه ذره مشکل داره چون شهر خودم نیستم. باز هم میگم همین بک‌گراند عذرخواهی میکنم بابتش. ولی خب خلاصه اومدم بهتون بگم که چرا انقدر فعالیت چنل خوابیده و کمه. امیدوارم خوشتون بیاد از شورت ویدیو و ویدیوهایی که آینده آپلود میشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. برید در برنامه تلگرام، اپ تلگرام، قسمت سرچ کانال، اونجا سرچ کنید فایناف. اونجا چنل ما ادمین خوبمون دارن اونجا فعالیت میکنن، نظرسنجی میذارن، شورت ویدیو یا ویدیویی بخواد اونجا بیاد کامینگ سونش اونجا میذارن و کلی پول و چیزای دیگه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. از این توضیحی که دادم زیاد وضعیتم درست نیست، یعنی مثلا زیاد امکاناتم جلو دستم، میکروفون و اینا، شاید صدام هم الان خراب به گوشتون برسه، میکروفون اینام درست نیست. امیدوارم داخل این 2 هفته شما رو راضی کنه. پس شورت ویدیو و ویدیوهای زیادی در آینده در انتظارتونه. اوکی بچه‌ها، تا شورت ویدیو و ویدیوهایی که قراره آپلود بشه، پیس اوت.